Musin TJ. ببخشید نفهمیدم. خوش اومدید. حواستون هست چی داری میگی؟ شما دوستان بتوانید در کانال موسین تیجی فیلم‌هایتون که به رکلام تماشا نمایید. کمکی در کانال ما مهمون است. همه پر پیسنس و لایک و فالو نکنید دوستان. خوش اومدین. چطوری؟ سلام، ممنونم. تو خوبی؟ ممنون. پسرم تو چرا نمیری پیش مهمونا؟ یکم دیگه میرم مامان. بچه ها و سوزان حسابی به خودش آدانا. چرا بابا نیومد مامان؟ کار داشت پسرم. زنگ زد گفتم که کارش از من مهمتر. این چه حرفیه میزنی؟ گفت پسرم قصه نخوره چون من زودی میام میبینمش. پسرم بابات برای اینکه دیر شد خیلی عذرخواهی کرد، اما برایش هم حتما میاد. قول داده. حتی جا رزرو کرده قراره بریم رستوران. لازم نکرده بیاد. اون بابای من نیست. برای چی میخواد بیاد؟ قدیر پدرت زنگ میزنه میخواد به تبریک بده. بیا. لازم نیست مامان، قطعش کن. قطع کن بریم. ببین دلار چقدر رفته بالا. کاش به وقتش میخریدیم پس انداز میکردیم. واقعا که داداش الان وقت تلویزیون نگاه کردن بود. بلند شو دیگه دیر میشه. تو منو ول کن برو سراغ قدیر. باز رفته بالا پشت اون کفتر بازی. قدیر 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 چی شده مامان؟ پسرم آخه الان وقت کفتر بازیه. بیا پایین دیر میشه. مامان مگه ساعت چنده؟ از الان بریم اونجا چیکار کنیم؟ پسرم میگم دیر میشه. بیا پایین. به خدا اگه رو کتت کثافت کبوتر ببینم نمیذارم دیگه اونا رو نگه داری. بدو بیا. باشه مامان الان میام. اومده. آقا کمال هواپیما حاضر. باشه تو ماشین حاضر کن بعد صبحونه میری. چشم. عزیزم تا کی قراره همینجوری بری آدانا؟ این همه آدم برات کار میکنن، چرا یکی دیگه نمیره انجام بده؟ اونجا اولین جایی بود که مشغول به کار شدم. میدونی که برام ارزش معنوی داره. بس کن تو رو خدا. 20 سال پیش همش 3-4 ماه اونجا کار کردی. این چه ارزش معنوی داره آخه؟ در ضمن دیگه خسته شدم از بس مادرت هر بار تو رو با رسم و رسوم بدرقه میکنه. مشکل اصلی تو همینه. قدیر قدیر داداش نمیخوای این پیرهنتو عوض کنی؟ چرا؟ من چشه؟ من خیلی دوستش دارم. تازه رنگش هم خیلی بهم میاد. بله 3 روز عوضش نکردی. ای بابا تو این همه بدبختی با تو هم باید سر و کله بزنم. یه کمی به خودت برس. ناسلامتی میخوایم بریم جشن. اوف نیلگون اوف از دست تو. باشه بابا. حسرت خب مادرت میدونه؟ مسلماً فقط تو میدونی بابا.
تازه هر دومون خوب میدونیم که اگه مامان بفهمه چی میخواد بگه. هنوز خیلی زوده مرد جون. پسر قشنگم یکم آینده نگر باش، همه چی رو در نظر بگیر پسرم. خیلی باحاله. تو اجاره دوست داری؟ خیلی خیلی زیاد. پس بیچاره شدی آقا پسر. جدی میگم، آدم ها بیشتر از هر چیزی از عشق میترسن. کسایی که تو این دنیای فانی هرگز عاشق نشدن همشون صد راحت میشن، سعی میکنن تو رو ببرن تو تاریکی خودشون. برای اینکه تو رو مثل خودشون کنن هر کاری ازشون بر بیاد انجام میدن. حالا که اجاره اینقدر دوست داری، خب از هیچی نترس پسر شجاع من. سعی کن مراقب کسی که دوستش داری باشی. من همیشه کنارتم، فهمیدی قهرمان؟ اجازه نده نه مادرت نه هیچ کس دیگه تو رو از خواستت منصرف کنه. خب حالا سورپرایزت چیه؟ پیشنهاد ازدواجم خیلی هیجان انگیزه بابا. میدونی که امروز میریم کوهنوردی. من همه چی رو برنامه‌ریزی کردم. قراره بچه‌ها اون بالا منتظرمون باشن. وقتی اجاره رسید اون بالا اطرافش رو نگاه میکنه و شوکه میشه. منم همون لحظه ازش خواستگاری میکنم. موفق باشی. حسرت ای بابا، خدای خودت بهم صبر بده، خسته شدم. حسرت عزیزم، دخترم، چی کار میکنی؟ به جای اینکه بیای به مادرت کمک کنی نشستی اینجا هدفون گذاشتی رو گوشت آهنگ گوش میدی. پاشو قربونت برم، داره دیر میشه. ببین ساعت چنده، زود باش. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بشین، یکم آروم باش مامان. صبر کن، بشین ببینم. یه نفس عمیق بگیر.